میخوای پدر خوبی باشی برای بچه هات؟ میخوای بچت بهت تکیه کنه، بهت افتخار کنه و یه روز بگه بابام قهرمانمه؟ اول برای همسر خوبی باش. بچه‌ها با نصیحت یاد نمیگیرن، با تماشا یاد میگیرن. وقتی میبینن چطوری با مادرشون حرف میزنی، چطور بهش احترام میذاری یا نمیذاری، چطور حمایتش میکنی یا ازش بی اهمیت رد میشی، همه‌شو میبرن توی خودشون و تبدیل میکنن به یک الگوی عشق و رفتار و زندگی. اگه دخترته داره یاد میگیره یه روز چطور مردی رو انتخاب کنه و اگه پسرته داره یاد میگیره یه روز چطور مرد و همراهی باشه. پدر خوب بودن فقط به بغل و دوچرخه خریدن و رفع نیازهای مالی نیست. پدر خوب بودن یعنی بچه توی رفتارت معنای احترام، عشق، امنیت و بودن رو ببینه. همه چیز از خونه شروع میشه و تو اولین مرد مهم زندگی بچه‌ت.